سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه، حال دلتون عالی تر. بریم برای آموزش این کیف دستی پاپیون که با یک رج این رفت و برگشت یک مستطیلی شکل بافته میشه و به این شکل در میاد. این بافت به قدری حالت کشسانی داره که 2 تا گوشی هم داخلش جا میگیره به راحتی. دم دستی اگر خواستین ببافید فوق‌العاده هست، مخصوصا برای این فصل که در پیش داریم، پاییز و زمستون. این الان از نخ کتان ترک من استفاده کردم و این 3 سوزنه هست، ولی این دفعه میخوام از 2 سوزنه استفاده کنم. این هم تک سوزنه هست ولی با این میخوام در واقع دولا کار کنم، نخش رو دولا کار کنم که ایستایی خوبی بهم بده. شما میتونید از نخهایی که 2 سوزنه هستن یا به در واقع ضخامت 2 سوزنه رو دارن استفاده کنید. بریم برای بافتش که بافت بسیار شیرین داره و قبلا هم کیف دستی رو با همین پترن در واقع بافتیم، اگر یادتون باشه حالت 3 گوش داره. خب بریم برای بافتش. من از قلاب 3.5 میخوام استفاده کنم برای این بافت در واقع 2 سوزنه. من دولا دارم، همونطور که میبینید از تک سوزنه رو دولا کردم و میخوام استفاده کنم. قلابم هم شمارش رفته ولی 3.5 هستش. شما میتونید از 3 هم استفاده کنید. به این حالت نگاه کنید، به این صورت یه گره خفت. میتونید مثلا این کیف دستی رو خب به قدری زنجیره رو بزنید که 1 سانت از این طرف 1 سانت از این طرف مثلا گوشی رو بذارید. ببینید زنجیره هاتون رو به قدری که میخواین این گوشیتون جا بشه توی کیف، ببینید الان 2 سانت تقریبا، چون این ضخامت نخش بالاست یوغورتر دیده میشه، یعنی بزرگتر دیده میشه. نگاه کنید 1 سانت و نیم تا 2 سانت این سمت و 1 سانت و نیم تا 2 سانت هم این سمت کیف اضافه تر از خود گوشی هست که برای گوشی آسیب نرسه. به خاطر همین راحت بره داخل کیف و در بیاد. و این هم به همین شکل میتونید زنجیره بزنید. منتها بستگی به دستبافت خودتون داره. بعضی بافت ها دستبافت ها شل هست، یعنی بافتشون شل هست، و بعضی ها سفت بافتشون. خب این دیگه بستگی به دستبافت خودتون داره. یکی دو رج در واقع ببافید و امتحان کنید ببینید چقدر میشه. اون وقت بافتتون رو همین زنجیره هایی که میزنید و یک کمی هم یک مقدار شل ببافید، چون داخلش میخوایم بافت انجام بدیم. زنجیره ها رو من بزنم. زنجیره ها رو من بافتم به این صورت. حالا برای قد کارتون 1 زنجیره هم میتونید بزنید، چون من زدم دیگه الان نمیزنم. میرم داخل دومین زنجیره وارد میشم به این صورت. 1 پای کوتاه میبافم، یعنی تا آخر داخل هر کدوم از زنجیره ها یه دونه پایه کوتاه همون میبافم و میام داخل آخرین زنجیره رو. من 1 پایه کوتاه همو بافتم، 1 زنجیره میزنم. بچه اینجوری بر نگردین، خب اصلا اینطوری بر نگردین که این برای رنج رو ببافین، در واقع بافتتون ادامه بدین. نگاه کنین وقتی که این تک زنجیره رو برای قد کارتون زدین، اینو بردارم دوربین میگیره تار میشه. خب ببینید به این حالت همینو روش که به طرف خودتونه، در واقع به سمت خودتون هست، دوباره به همین صورت نگاه کنید از این ور برگردین. حالت اینجاهاش بد میشه، لبه های بافتتون زشت میاد بالا. خب همین که یه دونه زنجیره رو زدین به این حالت میرین داخل دومین زنجیره. خب دومین پایه در واقع، یعنی در اصل اینا گندمی های پایه ها هستند. ما دقیقاً لبه های این سمتی به طرف بیرون هست، با اون لبه ها در واقع بافتمون روی این لبه ها باید انجام بشه. نگاه کنید به این حالت
داخل هر کدوم از این لوپ های بیرونی وارد میشم و یک پایه کوتاه همو میبافم. به همین صورت تا آخر. کل بافتمون همین هست، یعنی کل بافت ما به همین صورت پیش میره. به همین حالت ادامه میدیم تا آخر رج. یک نکته‌ای که باید بگم، ببینید من الان بافتم این رج رو، هم رسیدم به انتهای بافتمون. دقت کنید بچه‌ها، اینجا این گندمی رو نگاه کنید، این گندمیه، یعنی یه دونه پایه هست اینجا. اینو اصلاً از دست ندین ها، اینو حتما از این گوشه باید بافته بشه. دوباره اینو من نشون میدم بهتون، نگاه کنید. برای قطع کارمون الان میخوایم برگردیم رج بعدی رو ببافیم. به این صورت یه دونه زنجیره میزنین برای قطع کار و برمیگردین. اولین زنجیره نه، داخل لوپ بیرونی دومین پایه میشم و به این حالت بافت رو دوباره رج جدیدم رو شروع میکنم. به این حالت بچه ها بافتتون رو یک مستطیلی شکل در واقع بافتتون رو ادامه میدین که این یک مستطیلی شکل هستش که به این صورت در میاد، مثل کیف دستی پست‌های قبل که براتون آموزششو گذاشته بودم. دقیقاً اونطوری است، منتها اون نوکتیز بود، در واقع هفتی بود، گوشه دار بود، ولی این پاپیون هستش. این اندازه‌ای که میخواین کیفتون باشه اینو ببافید، میایم بعدش این پاپیونه رو میبافیم. اندازه‌ای که من میخواستم و بافتم، به همین شکل یک مستطیلی شکل درست میشه. خب الان من نخم و قطع نکردم چون میخوام که دورگیری انجام بدم. نگاه کنید این آخر رج که میرسیدیم یه دونه زنجیره میزدیم برای قطع کار، من همونو زدم. ببینید حالا این دفعه با لوپ عقب یا جلو کاری نداریم. الان دیگه از وسط پایه ها میخوایم که حالت شلال، ببینید به این صورت میخوایم که اینو دورگیری بکنیم. اینو تا اینجا دورگیری میکنم. بچه‌ها نگاه کنید تا اینجا من شلال زدم. این پایه آخری رو حتما دقت کنید بردارید از اینجا، ببینید گوشه رو شلالش رو بزنید حتما به این صورت. و اینجا یه دونه پایه کوتاه میزنیم چون نمیخوایم گوشه کار، لبه کار در واقع اینجوری جمع بشه. دوباره اینجا یه دونه دیگه پایه کوتاه میزنم. دقت کنید پایه کوتاه دارم میگم، اینجا شلال بود. خب اینجا شلال بود به خاطر در داخلی کیف میخوایم که محکم باشه، ولی این سمتو در اینجوری رویه کیف، یعنی اینجا قراره پاپیون زده بشه. خب به این حالت اینجا هم که میبینید نخیه که شروع به کار کردیم، در واقع اولین رج رو اینجا ما بافتیم. اینو من روی در واقع در کیف قرار میدم به این صورت که اینجا رو ما میخوایم پایه کوتاه ببافیم که این لبه که روی زنجیره ها پایه کوتاه بافته بودیم شروع کارمون اگه یادتون باشه، میخوایم که اونو پوشش بدیم. این نازکی لبه کیفمون مثل اینجاها محکم و قطور باشه، ایستایی خوبی بگیره به این صورت. چرا اینطوری تاره؟ خب به این صورت حالا شروع میکنم به پایه کوتاه زدن. اینجاها من همه رو پایه کوتاه میزنم. خب منتها ما باید الان اینجا یه تقسیم بندی انجام بدیم. چه تقسیم بندی؟ به این حالت نگاه کنید. این مستطیل شکل رو ما 3 قسمتش میکنیم. نگاه کنید به این حالت، به این شکل. خب دقت کنید اینجا در کیفه. خب اینو باز میکنم، اینجا یه دونه نشونه میزنم. مارکرمو که اینجا زدم نگاه کنید اینجا، یا اگر اینجوری متوجه یعنی در واقع نشدین اینجا رو بشمارین 1 2 3 4 5 6. ببینید اینجا چند تا از این شیارها داره. این بر هم دقیقاً اینقدر که شمردین میاین اینجا میزنید این مارکرتون رو. و مارکرمو الان میارم اینجا میزنم. به این حالت دیگه من مطمئن میشم که کجا در کیف هست که باید پاپیونمو با اون هم اندازه بگیرم و پایه کوتاهمو بزنم. ضمناً اینجا الان در کیفمون بود، درسته؟
اینجا الان این روی در کیف ما رو قرار داد، درسته؟ تشکیل میده. خب اینجا ما باید یه تیکه، ببینید دقیقاً هم عرض اینجا چند تا زنجیره زده بودیم، اینجا هم همون تعداد زنجیره هامونو میزنیم و اندازه این در کیف هر چقدر هست اینجوری وقتی میذارید به این حالت هم اندازه باشه، به این شکل. خب حالا الان با این کاری نداریم، میذاریم کنار، دورگیری هامونو انجام میدیم تا به اینجا. خب تا به این نشونه ها. وقتی که اینجا رسیدیم، خب اینو با این با هم میگیریم و میبافیم. فعلا بریم برای دورگیری. در واقع پایه کوتاه زدن. 2 تا الان من این گوشه پایه کوتاه زدم. دقت کنید اینجا رو ببینید، به این حالت نگاه کنید. یه دونه این حالت تو رفتگی ما یه دونه پایه کوتاه میبافیم، یه دونه روی این برجسته. نگاه کنید اینجا رو. امیدوارم دوربین خوب گرفته باشه و ببینید یه حالت نخ برجسته داره، به این حالت قلاب میره و یک پایه کوتاه هم اونجا. دوباره داخل این تو رفتگی نگاه کنید، حالت تو رفتگی داره. دوباره اینجا به این حالت نخ رو از 2 طرف قلاب وارد میشه، اون 2 تا نخ رو میگیره. ببینید 2 تایی داره، 2 تا نخ داره. ببینید یکی این و یکی این، درسته؟ خب وقتی اونا رو وارد شد، نخ گرفت، قلاب از اون داخل رفت و یه نخ میکشه پایه کوتاه. ببینید دوباره من انجام میدم به این حالت. میبینید دور تا دور کارمون اینجوری باید گندمی بخوره. فقط اینجا 2 تا پایه کوتاه همزمان تو یک فضا میزنین. دیدین که حالت جمع شدگی یا اینطوری میشه یا اینطوری میشه، گود میشه. اینجا 3 تا بزنید، نگران نباشید. 3 تا پایه کوتاه تو یک فضا بزنید این گوشه ها. بریم تا به این نشونه که میخوایم برسیم. نگاه کنید از اینجا ما پایه کوتاه هامونو میبافیم، میرسیم تا اینجا. اینجا رسیدیم، دوباره میگم چیکار کنیم. اینجا در کیفه. خب پایه کوتاه ها رو که زدم، رسیدم به این نشونه‌ای که گذاشته بودم. خب اینو باز میکنم، اینجا پایه کوتاهش رو میبافم. خب حالا میایم اینو اینجا قرار میدم. خب یعنی اینجا نگاه کنید، این برجستگی رو میبینید. از این برجستگی یه دونه میگیرم و از این برجسته زیری هم یه دونه میگیرم. به این حالت بافتم و انجام میدم، ادامه میدم در واقع به این صورت. اینجا گودی و اینم گودی، دوباره به این صورت بافتم و ادامه میدم. به این حالت ادامه میدیم تا بافت پایه کوتاه رو همزمان با هم میگیرم و تا اینجا میام. خب تا اینجا من ببینید اینجا رو میخواستم بهتون نشون بدم. ببینید این برجستگی با این برجستگی 2 تا رو گرفتم و حالا این آخری رو نگاه کنید به این شکل میگیرم اینجا و پایه کوتاهش رو میزنم. گفتم گوشه ها رو میتونید 2 الی 3 تا پایه کوتاه ببافید که چون حالت چرخشی داره، این چرخیدنه باعث نشه که گوشه کیف بد فرم باش، در واقع بیسته. ببینید به این حالت. حالا با این کاری نداریم. چرا؟ چون لبه این قشنگ اون گیسبافت رو داره، ولی اینجا چون شروع کارمون بود اینجا نداره. اینجا رو دونه دونه این نخم باش میگیرم، اینو رها میکنم، این میمونه همینجا و دونه دونه داخل این زنجیره هایی که یه طرفش پایه کوتاه بافته بودیم شروع کارمون. حالا این سمتشم دونه دونه ما میایم پایه کوتاهش رو میبافیم به این شکل.
پای کوتاه ها رو میبافیم تا اینجا. وقتی که اینجا رسیدیم دوباره 2 تا یا 3 تا همینطور که این گوشه رو گفتم اینجا هم میبافیم و این دوتا رو با هم میگیریم تا به این نشونه بافت رو میزنیم پای کوتاهمون رو و تا اینجا رو هم به همین شکل میایم اینجا و میگم که چیکار میکنیم. خب من بافتم دوباره اینجا رو رسیدم به این سمت این گوشه. خب ولی اینجا باید یه کاری انجام بدیم. چه کاری؟ این دور پاپیون، حلقه پاپیونی که اینجا هستش، خب به این صورت باید اینو ما ببافیم قبل اینکه این سمتش رو به اینجا وصل کنیم. خب الان اینو میذارم کنار و میریم برای بافت حلقه پاپیون. به این حالت یه گره خفت میخوایم زنجیره بزنیم، 1 2. حالا هر در واقع ضخامت نخی که شما دارین استفاده میکنین فرق میکنه، همه با هم نخاشون خب فرق میکنه. به این حالت انقدر زنجیره میزنید که دور این پاپیون رو در واقع به هم برسه. به این حالت که قشنگ سفت باشه که به این حالت به هم برسه. خب من چند تا دیگه باید زنجیره بزنم تا کامل به هم برسه. خب همینقدر کافیه. حالا میام نگاه کنید به این حالت. حالا یه دونه دیگه میزنم، ببینید پیچ نباشه، یعنی روی اینجا رو میگیرید و به این حالت یه دونه بست انجام میدین اینجا به این حالت. خب حالا یک برای قد کارمون نگاه کنید، داخل هر کدوم از اینا میرم یه دونه پایه کوتاه میبافم دور تا دور. خب تا آخرین دونه زنجیرها رو داخلش. ببینید این نخ هم که وقتی اینجاست من میکشم، نگاه کنید اینجا مشخصه که سر رجمون هست. حالا نگاه کنید میام به این شکل میرم داخل تو دل پای کوتاه ها، حالت گندمی میخوام بیفته. نگاه کنید دقت بکنید، میرم تو دل پای کوتاه ها مثل گندمی. بافت گندمی رو توی کلاهای تابستونی معمولا دیگه امسال خیلی مد بود دیدین. به این حالت میرم تو دل پایه ها، ببینید اینجا میرم و نخ میگیرم و میبافم. به این حالت دقت بکنید گندمی بافته میشه. تا آخرین بافت رو من برم. خب رسیدم دوباره سر رج. ببینید این نشونه من هست، اینجا دوباره سر رجمون هست. اگر این گندمی بافت گندمی هستش، اگر این بافت براتون سخت بود همون پایه کوتاه معمولی رو شما بافتش رو بزنید. من دیگه اینجا ببینید بس نمیزنم، به همین شکل میرم تو دل همین گندمی ها در واقع پایه ها و بافتم رو ادامه میدم و وقتی که رسیدم اونجا سر رجم دیگه برام کافیه. این اندازه‌ای که هست این پهنای این حلقه برام کافیه. دوباره رسیدم به سر رج. به این حالت من اینو میذارم میمونه اینجا. نگاه کنید از این گندمی اینوری میارم تو و از این لوپش میبرم بیرون. به این حالت میشه. اینو میکشم به این صورت کار من پیش میره. حالا باید اینو بندازیم به اینو من کوتاه میکنم. حتما از این نخ اگر استفاده کردین. خب به این حالت. خب
یکم سخته ولی در عوض خروجی خیلی خوبی داره. یه کار حرفه‌ای بهتون میده. شما خیلی راه‌ها میتونید این پاپیون رو ببندید وسطشو، ولی این کار بسیار شیک خواهد بود. اینو بچرخونید، این نخه بیاد اینجا به این حالت. ببینید به این حالت کارتون عین علنگویی که یکسان میفته دور پاپیونتون به همین زیبایی. میبینید؟ بیارم نزدیکتر. خب حالا میایم از یه قلاب کمک میگیریم، اینو وسط قرار میدیم چون میخوان که اینو اتصال بدیم به این نخا که دیگه حرکت نکنه به این حالت. می‌بینید به همین زیبایی و تمیزی. حتی دست که داخل این به این شکل میره دیگه تمیز هستش، دیگه نخ اضافه نداره، دست رو اذیت نمیکنه. به همین صورت کارتون حرفه‌ای و تمیز در میاد به این حالت. خب الان که این گوشه هستیم، این گوشه رو میذاریم اینجا و این رو میبافیم پای کوتاهمون رو تا برسیم به این نشونه و این ورم به همین شکل تا اینجا میبافم، تا اینجا به این شکل. ببینید از اینجا میبافم پای کوتاهمو تا اینجا. خب از این قسمت من اینو پای کوتاه زدم تا اینجا. اینجا دیگه هم میتونید قطع کنید ولی من قطع نمی کنم. میتونید قطع کنید دوباره وصلش کنید، خب ولی من قطعش نمی کنم. نگاه کنید این رو، این بافت مستطیلی که دارین نگاه کنید. من الان تمیزکاریش هم انجام دادم، به هیچ عنوان همش یک دست رج به رج دارم با شما کار میکنم، میبینید خودتون. خب الان این مستطیل رو ما میایم به 3 قسمت مساوی تا میزنیم. ببینید وقتی که من تا زدم نگاه کنید نشونه ها رو همینجا که تا زده بودم مرتب من اومدم چیکار کردم؟ مارکر گذاشتم. ببینید مارکر رو من گذاشتم اینجا. خب که متوجه بشم که از کجا تا کجا باید روبروی هم این بافت رو برم. این بافت رو با قلا فقط میتونید برید و بسیار زیبا هستش. بافت در واقع کیفتون خیلی زیباتر و حرفه‌ای تر خواهد بود. نگاه کنید با لوپ هایی که نگاه کنید این پای کوتاه هایی که دورگیری کردیم با این پای کوتاه ها لوپ بیرونیشون، این لوپ بیرونی و این هم از این سمت لوپی که طرف ماه یه لوپش میمونه اونور. نگاه کنید به این صورت. اول چون اینجا سر نخم هست و این نخ رو هم این وسط نگه می‌داریم ما بین این دوتا. حالا دقت کنید خیلی آسونه ها، یه چند بار تمرین کنید واقعا تمیز میکنه، یه بافت خیلی تمیزی بهتون میده. دقت کنید الان نگاه کنید، امیدوارم که خوب
خوب بگیره دوربین و متوجه بشین. ببینید به این حالت. حالا میام نگاه کنید، این میمونه، این نخ اینجا نگه میدارم. نگاه کنید میرم اینور، این سمت. نگاه کنید این لوپ رو میگیرم، لوپی که سمت خودمه. به این حالت نگاه کنید. الان این ستا رو به این حالت دیدین؟ به این حالت یه همچین تکونی به نخ بدین تا اضافه هاش از داخل بافت بیاد بیرون. به این حالت دوباره دقت کنید، دوباره گندمی بعدی و نخ رو هم این وسط نگر داشتم و دوباره روبروش گندمی بعدی، لوپی که طرف خودمه، طرف توییه، اونو میگیرم. نگاه کنید اینجوری نخ رو میندازم گردن قلاب که راحت تر بتونم بیارم بیرون و این رو اینطوری میکنم اضافه نخم بیاد بیرون. به این حالت، به این حالت روبروش دوباره گندمی روبرویی، لوپ تویی رو طرفی که به طرف خودم هست میگیرم و به این حالت دیگه کارم راحت تر میشه. به این سمت نخ رو میکشم و بسیار بافته تمیزی میده. با سوزن هم خیلی راحته، آسونه، ولی این بافت با قلاب بسیار شکیل میشه. یه نگاه بندازین، نگاه کنید این بافتیه که به ما میده. حالا شما تصور کنید لبه ها رو بردارید بدوزید، یا اینکه بیاید دوتا رو همزمان پای کوتاه بزنید، خیلی زشت میشه. نگاه کنید این از بیرون کارمون، روی کار. من اینو باز کنم از اینجا، دیگه نیازی نیست. حالا ببینید اینم توی کارمون به این تمیزی به ما بافت میده. واقعا اگر رج به رج به این صورت انجام بدین فوق‌العاده کار تمیز و حرفه‌ای خواهید داشت. به این سمت اگرم دیدین اینجوری نمیتونین، نخو بیارین بندازین گردن قلاب و از اینا بیارین بیرون. وقتی که آورین اینو همه رو بکشین اینجوری. بافت رو تا آخر من برم. این بافت رو زدم تا رسیدم به آخر این گوشه کارم. اینجا دیگه این یه دونه رو به این حالت، به این شکل واقعا، یعنی نه که کار خودم باشه ولی واقعا تمیزه. دقت کنید این کار رو واقعا حرف نداره، فقط تمرین کنید همین کار رو یاد بگیریم. فوق‌العاده است. یعنی این رو هم از این گوشه بکشید تو و اینجا محکمش کنید و این سمت هم دقیقا مثل اینجا انجام بدید. خب به این صورت شد. این سمتش هم من بافتش رو رفتم و فوق‌العاده تمیز و زیبا. همینطوری میتونید دست بگیرید و هم به این شکل، بستگی به خودتون داره. و دوتا دکمه مگنتی هم دوختنی بگیرید و اینجاها دوخت بزنید و استفاده کنید. جادار، فوق‌العاده زیبا و شیک. به این صورت بافتش انجام بدید. امیدوارم که ببافید و استفاده لازم رو ببرید.